از من به شما نصیحت: دور و بر خودتون چند تا آبانی واسه خودتون ذخیره کنید. هیچ کس مثل یه آبانی دلسوز و رفیق شما نیست. اگه میبینی یه آبان ماهی بی منت بهت خوبی میکنه، دلیلش خاص بودن تو نیست. کلن خوبی تو وجود آبان ماهی هست. آبان ماهی ها با گرفتن خودشون ازت تنبیهت میکنن تا حسرت داشتن یه آبان ماهی به دلت بمونه. آبانی ها هم موندنشون با بقیه فرق داره، هم رفتنشون. هر کی ادعاش میشه که عاشق نشده، حتما به چشای یه آبان ماهی نگاه نکرده. نماد آبان ماهی ها عقربه. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. اگه واسه یه آبان ماهی مهمی و حواسش بهت هست، به این معنا نیست که همیشه همینجوری خواهد بود. به محض اینکه بفهمه قدرشو نمیدونی، یه جوری میذارتت کنار که اصلا انگار تو زندگیش نبودی. آبان ماهی که باشی به حرفای پشت سرت عادت میکنی، به حسادت مردم عادت میکنی و یاد میگیری که به حرف هیچ کس اهمیت ندی و برسی به قله و از قله براشون دست تکون بدی. آبان ماهی یعنی بهترین اتفاق روی زمین.